3 روزه دارم تو ذهنم باهاتون حرف میزنم چی بگم، حرف آماده کردم بزنم براتون. و اولین چیزی که بهتون بگم این که سید نصیر اونجا نشسته. سید نصیر 10 ساله تو تلنگ داره کار میکنه به خاطر که بچه‌ای به اسم علی از اهل تسنن 10 روز غذا نخوره و مقعد این بچه خوش شده بود. دکتر میخوام از یه زنی براتون بگم که کارتون خواب بود، 1/3 از کبدش رو فروخته، یه چک گرفته برای برج 5 سال بعد برای اینکه سرپناه داشته باشه و فقط 20 میلیون تومان بهش دادن. میخوام از یه دونه مادری بهتون بگم که یه شوهر معلولی داره و تن فروشی میکنه و بچه 16-17 سالش فهمیده مادرش چه نونی رو میاره و ساتور و قمه دستش گرفته تو همین شهرهای اطراف تهران. این بچه رو کسی نمیتونه نگه دارتش. من گوشیمو دزدکی آوردم تو جیبمه، میخوام بیارم براتون بهتون فیلم نشون بدم. حرف از بچه‌ای دارم باهاتون میزنم که 9 سالشه، داره زرورق و داره میره و میاد. آقای دکتر یه روزی یه جایی میبرمتون که 100 تا بچه‌ای نشون میدم که از 100 تاشون سوء استفاده جنسی میشه و سرشون توی زباله است، دارن زباله جمع میکنم. میبرمتون. آقای دکتر خواهرش فقط 9 سالشه. بهتون فیلمشو نشون میدم چون همه اینا درد میگیرد، شما اشکال نداره. برای شما من نسبت به شما متحدم، به شما نشون میدم تو جیبمه. آقای دکتر دختر 9 ساله‌ای که داره تو میدون آزادی تهران تن فروشی میکنه. آقای دکتر اعتیاد با فقر وقتی دست بدن به دست هم دیگه، یه کلمه تو واژه‌های فارسی هست به نام غارت. من غارت بشم نمیترسم، ولی اگر یه جایی من تاراج بشم، جرأت بلند شدن و وایسادن از من گرفته میشه. کمکمون کنید. نیاز به یک سازمان هست برای آسیب‌های اجتماعی. آقای وزیر شما منو میشناسید، من 20 ساله با تمام جون و دلم دارم کار میکنم. شما هم منو حمایت کردید، همیشه هم زنگ میزنم، تلفن منو جواب دادید. اگه اینا دستاشون برسه به هم دیگه، هممونو قیچی میکنن. نذارید قیچیمون کنن. دل پریشان است. بسم الله الرحمن الرحیم.